سلام، وقت همه شما عزیزان بخیر. امیدوارم خوب و صحتمند و سرحال باشید. مرحله نیمه نهایی پلی آف راهیابی و جام جهانی فوتسال هست. دیدار تیم ملی کشور عزیزمان افغانستان در مقابل عراق در میانه زمین. بازیکنان عراق یارو شما رفتین تیم سلیم فیصل توپ را در اختیار داشت. این ضربه خطرناک و سفره توپ را در اختیار گرفت. رو به عقب کار میکنن. فرصت داره فیصل. همچنان بازیکنان عراق. فیصل روی پای چپ و توپی که گل نشد. گل شد یا نشد؟ فکر کنم گل شد. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. گل نیست. بله، خوشبختانه گل نشده و اینجا مشخص خواهد شد در صحنه تکرار. نه، ضربه و بیرون رفته بود. بازیکنان عراق. فیصل پا و توپ است واسه این بازیکن. فرصت داره عراق در دهانه دروازه رسیدن میزنه و توپ تیر دروازه برخورد کرد و بالاخره گل اول برای عراق. خیلی سریع و گل میرسن بازیکنان عراق. آنقدر فشار آوردن روی دروازه ما که بالاخره دروازه رو باز کردن. سلیم فیصل این کار رو انجام داد و عراق 1-0 پیش میفته در مقابل ما. با هم میبینیم ضربه‌ای که کاپیتان این تیم زد و در ادامه توپی که به سلیم فیصل رسید و آسان ترین کار ممکن را این بازیکن هم انجام داد. ولید المایالی ضربه خود را زد و دومی رو هم که این بازیکن میزنه و سفید پوشان مهدی نوروزی رو به جلو عالی کار میکنه. حالا فرصت برای تیم ملی ما. بزن کاظمی و گل مساوی اکبر کاظمی با یک شوت غیر قابل مهار به ثمر رساند. ملی پوشان به بازی برگشتن. همه چیز مساوی میشه در این مسابقه. چه کسی بهتر از این اکبر کاظمی؟ حرکت دیدنیش و یک سوپرلایی را میزنه و دروازه‌بان عراق. ما هم میبینیم هیچ کاری از دست احمد ناصر بر نیامد. محض از مهدی نوروزی بازیکنان عراق. فرصت تیر دروازه. خوشبختانه تیر دروازه این بار ناجی تیم ملی ما شد. با هم میبینیم برای البیاتی توپ گذاشت. اجازه پیشروی را نمیده. رضا حسین پور موقع برای تیم ما. رضا میزنه، خطرناک هم میزنه. چیزی نمانده بود که دومی را وارد دروازه عراق کنه. اینجا با هم میبینید شوت دیگانی رضا اگر میرفت یک زیرتاق استثنایی و ثمر میرسید. همچنان بازیکنان تیم ما میزنه. بازم این ضربه خطرناک. چه دفع توپی را انجام میده احمد ناصر. امید انبری پابت باز یک برخوردم صورت گرفت. آفرین. و امید میزنه توپ و این بار هم احمد ناصر بازیکن ما کنارهای خط. یک پاس کاش برای فرزاد. رقص پا میزنه با پای چپ. گل دوم فرزاد میزنه. دومی رو هم زدیم. حالا یک کامبک جانانه در این 10 دقیقه ابتدایی مسابقه از ملی پوشان ما. با هم میبینیم چه شوتی را زد اینجا فرزاد روی پای چپش. لیونل مسی ماست واقعا. کنج دروازه عراق را باز میکنه فرزاد. این شوت جانانه باعث شد تیم ملی ما هم انگیزه بگیره هم امیدها زنده شد. البیاتی کار را آغاز کرد. شوتی که دفع میشه. دوباره البیاتی در دهانه دروازه. اشتباه کردیم و گل خوردیم. گل دوم برای عراق روی اشتباه مهران غلامی. گلی که به ثمر رسید و عبدالله محمد دروازه تیم ما را حالا باز میکنه. اینجا با هم میبینیم شوتی که اولیش دفع شد، دومیش هم دفع شد. مهران نتونست توپ را بزنه و دروازه تیم ما باز میشه. حالا این تیم حالا داور این صحنه رو هم بررسی میکنه. ببینیم چه اتفاقی افتاده. فکر کنم تصمیم گرفت گل هم پذیرفته شد. گل برای عراق. باید کار رو آغاز کنه و گذاشت برای سلیم فیصل. شوتی که میزنه سلیم فیصل و دفع خوب است سفری. همچنان مهدی نوروزی پاس برای فرزاد محمودی از خطرناک عبور میکنه و گل سوم زده شد. چه شوتی میزنه مهران غلامی. سومی رو به قلب تیم عراق زد. 3-2 پیش افتادیم. دوباره پیش افتادیم و کامبک زدیم مقابل عراق. با هم میبینیم اینجا حرکت دیدنی فرزاد. اولی رو دفع کرد. دومی رو کی بود تا دفع کنه؟ اینجا با هم میبینیم
عالی زد، پرقدرت با تمام قوا، راکتی که به سمت دروازه عراق شلیک شد. چرا بازیکن عراق سریع فیصل میزنه و باز هم دفع توپ خوب است. سفری رو با هم دیدیم، با هم اینجا میبینیم چپ و راست به سمت دروازه ما شلیک میکنه و نوروزی حالا فرزاد محمودی فرصت برای تیم ما بزن و گلی که نشد و اینجا میزنه و چه گلی زد. گل 4 مهران غلامی دبل میکنه در این مسابقه با اعتماد به نفس خوب و خیلی آرام دروازه عراق را برای بار 4 باز کرد. روی کار عالیه اکبر کاظمی. مهران اولی رو سرتوب زد البته و دومی رو گل زد، نابود کرد تیم عراق را. با این کارش مهران با هم میبینیم یک لایه جانانه رسد و احمد ناصر و 4-2 افغانستان پیش میفته از عراق در این مسابقه. همچنان بازیکن ما اینجا نوروزی میزنه و زیر تو. وقتم تمام شد، پایان نیمه نخست بیرون فرستادن بازیکن تیم ملی ما. ضربه‌ای که زده شد و آفرین به محمد جواد سفری با این دفع توپ عالی که داشت. همچنان فرزاد محمودی رو به جلو کار میکنه. العقیدی ارسال میکنه، فرصت برای عراق هست، ضربه‌ای که زده میشه و با فاصله زیاد. بازی کاملا سرعتی بود از ابتدای کار تا و اینجا. همچنان علی جعفری توپ را گرفته، فرصت برای ملی پیچان ما از علی جعفری میزنه و دفع توپ توسط پیش کشیده ناصر ولید سمت راست. دوباره احمد ناصر پاس این بازیکن برای ولید، فرصت برای فیصل و گل 3 برای عراق در این مسابقه براشان نتیجه داد و باز هم گل میزنه تیم عراق و همراه فیصل. گل 3 این تیم را سلیم فیصل با این شوت پرقدرت و ثمر رساند. ببینید با این توپ چگونه کار خواهند که بازیکنان عراق خطرناک. جواد سفری توپ را گرفت، خودش پیش کشیده. همچنان بازیکنان ما فرصت در دهانه دروازه و 40 چند ثانیه باقی مانده. با بازیکنان عراق توپ را گرفتن. ناصر فرصت برای عراق، دفع توپ زیبا تیم ملی کشور. همچنان بازیکنان عراق در دهانه دروازه رسیدن، توپی که گل نشد. آره عالی از بازیکنان ما، دروازه خالی، توپی که به بیرون رفت. از این سمت حالا ولید نباید اجازه بدیم، تکل دیدنی و دفع عالی است محمد جواد سفری، دروازه خالی و توپی که باز هم به بیرون رفت. ثانیا و شدت و ضرر تیم عراق و مثل خیلی دیر بسته و بازیکنان عراق گل نشد. خوشبختانه این توپ گل نشد و گل 5 رم زدیم. تمام از کار عراق. 5 را سفری میزنه، شلیکی که از سمت کابل روان کرد تا سمت دروازه عراق و نتیجه کار 5-2 میشه، 5-3 میشه در این مسابقه. البته با هم میبینیم بالاخره این توپ یکیش گل شد و رفت درون دروازه عراق قرار گرفت. تمام از کار عراق. همچنان بررسی میکنن این لحظه را. ببینیم هیچ کاری از بازیکن ما رخ نداد. دوباره داور برگشت و تصمیم داور هم گل هست و سود ما 5-3 تمام هست. ما رفتیم به مرحله نهایی. 5-3 در مقابل عراق و برتری رسیدیم. تمام از کار این تیم. همچنان بله تمام شد. این هم بی‌سال پایان بازی. سپاس از تمامی شما عزیزان.